از افغانان از کشورهای مختلف آمدن و به نمایندگی از مسائل مهاجرین صحبت میکنن و ما هم میخوایم این بار رشته صحبت به آقای بشیرجان سکندری بتم که بیشتر از اینا بپرسیم که اینا بالاخره چی خواسته دارن و آخرین پیامشان برای مسئولین اتحادیه اروپا چی است. با عرض سلام و احترام خدمت همه هموطنان عزیز در سراسر دنیا که امروز شاهد صحبت‌های ما هستند و ما امروز در اتحادیه اروپا در پارلمان اتحادیه اروپا گرد آمدیم و این اعضای رایس که متشکل از ارگان‌های مختلف و انجمن‌های مختلف هستند تا بتوانیم صدای مهاجرین به گوش جهانیان برسانیم و به گوش اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری برسانیم تا از این طریق بتونیم یک راه حل برای مهاجرین پیدا بکنیم. و چنانچه که آقای زکی و سایر دوستان صحبت کردند به نمایندگی شبکه رایس یک خانم اینجا به نام اسپوجمه صحبت میکنه که حرفای ما را به گوش سازمان‌های حقوق بشری و اعضای پارلمان اتحادیه اروپا میرساند. خواستهای مشخص شما چی بود؟ میشه کم در بله، خواسته های ما این بود که خلاصه روی همین مسئله دوبلین بود که مشکلات دارن مهاجرین، اینا را باید رویش تمرکز بکنن و در این حال اخراج های اجباری از سویدن و نروژ و آلمان و اتریش اینا و مسئله مهمتر از اونم مسئله تعهدنامه ننگین دولت افغانستان با اتحادیه اروپا بود که ما سعی میکنیم که این دولت افغانستان و کسایی که در رأس هستند باید هوشیار باشن و با خون مردمشان و با سرنوشت مردمشان بازی نکنن و یک سیاست دیگر پیش ببرن، چون من فکر میکنم این تعهدنامه ننگینی که دولت افغانستان امضا کرده بدتر از خط دیورنده که عبدالرحمن ظالم امضا کرده و ما سعی میکنیم که متوجه بسازیم سازمان‌های حقوق بشری را که متوجه دولت‌های زورمند و افرادی که در رأس قرار دارند و خیانت میکنن برای مردمشان اینا را باید افشا بکنیم. تشکر. یک دنیا میشه شما بگوییم که به نمایندگی از کدام کشور و به خاطر از اینکه از کشورهای مختلف میبینم دوستا تشریف آوردن و متاسفانه اگر چون دیر رسیدم نفهمیدم که شما از به نمایندگی از کدام مهاجرین، یعنی میفهم که افغان هستین اما از کدام کشور نمایندگی میکنید؟ بله، ما مسئول انجمن افغان‌ها و کاتالان‌ها از اسپانیا شهر بارسلونا هستم و با نمایندگی بچه‌های افغان‌ها از اونجا آمدیم و می‌خوایم صدای مهاجرین به گوش جهانیان برسه و مشکلاتی که افغان‌ها در بارسلونا داره، در اسپانیا داره، واقعا مشکلات خیلی سنگینیه، بیکاری و خیلی‌ها که به اصطلاح با پرونده هایشان رسیدگی نمیشه که امیدوار هستیم که از این طریق بتونیم یک کمکی کرده باشیم برای سایر مهاجرین، بالاخص پناهنده های اسپانیا. یک دنیا تشکر. سلامت باشید. ما پس میایم پیش.